بچه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام بچه، من حسینم. بعد از 5 سال تو ساحل شرقی وقتش شده بود که برگردم خونه. اول GTA San Andreas میخوایم این بازی رو با هم دیگه جلو ببریم و خوشحال میشم که لایک و کامنت و سابسکرایب کنیم و این زنگوله رو هم بزنیم که هر ویدیویی گذاشتم با خبر بشیم. بزن ببین. این بازی GTA نسخه فارسی شد. میتونیم لینکش اگه خواستیم پیام بدیم بهتون، لینکش حتما بهتون میدم. GTA San Andreas نسخه فارسی که توش خودتون میدونید ماشین هم داره، پیژو 405 گروب استریت خونمون، وسایل دیگه حداقل قبل از اینکه همه چی رو به هم بریزن. GTA همون سیتی. خب این برای شروع پارت اول. اینجا پارت اول رو شروع میکنیم. دنبال من بیا. اینجا دنبال این رایدر باید بریم. همه چی اینجا فرق کرده. آره همه چی. دیگه موضوع خودت باش. مواظبم. چطوری اینقدر بد شد؟ من حواسم هست اگه تو بذاری سو میزنم من. بیا بگیر بابا. ای بابا. فکر کردم اینجا منطقه خانواده است. ما خانواده تیم پدرای من دیگه، ما باشون کاری نداریم. تکون بخور سیجی، تکون بخور. لعنتی ماشین بالا تا جدا بشی. ها بزن آشقان. تو دست و پا چلوفتی سیجی. آره معلومه که. پس چرا انقدر میفتی؟ به بازی برمیگردیم مگه نه؟ نه دو بار. قبل از اینکه بریم انقدر بد بود. نکون بخور سیجی، داری آبرونو میبری. کی سوال شرقی تو رو نازک نارنجی کرده. حالت بده؟ نه حالا خوبه. ویلمون یالا دیگه نمیتونی پای چغاله بیای. ویلمون کنیه بینم شو دادی ما. بشین با من سولی. تمام. اینم از پارت. من بهشون نشون میدم که اینجا گانگستره. باید بفهمم با رایدر طرفم. کی حرکت میکنی کار؟ مطمئن نیستم ولی فکر کنم بمونم. اوضاع خیلی خرابه. آخرین چیزی که لازم داریم کمک تو. نه من هیچ وقت تو رو تنها نمیذارم، قسم میخورم. ما میخوایم با بچه‌ها بریم دنیا دوری بزنیم، تو هم میای؟ خیلی جا باید برم، خیلی خستم، بعدا همتون رو میبینم. هی بپر بالا، همگی بریم بیرون. خب پارت یکمونه که تموم شد. تا پارت دوم منو همراهی کنی. پارت دوم بردم خیلی زود براتون بسازم و ویدیوشو بذارم. خسته نباشین. اگه بازی چیزی هم که مد نظرتونه بگین، من براتون میسازم، فیلمشو میذارم و لذتشو میبرم. خسته نباشید همگی. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ.